زهرا الهام بالاخره مادر شد. پدر طفل زهرا الهام کی بوده است؟ آیا به واقعیت زهرا الهام با جمال مبارز ازدواج کرده است؟ دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی زهرا الهام در کشور استرالیا فاش شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند خوش صدای افغان، یکی از هنرمندان ناماشنا، محبوب و چهره سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است. زهرا الهام از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت. وی در کشور پاکستان نزد استادان پاکستانی فراوانی علم هنر موسیقی را آموخت. زهرا الهام از آرا می باشد. وی با اشتراک در برنامه ستاره افغان مورد حمایت و تشویق فراوانی قرار گرفت. زهرا الهام اولین دختر خانمی بود که در پروسه رقابتی ستاره افغان مقام اول را از آن خود کرد. تحت حمایت خاص آریانا سید قرار داشت. زهرا الهام بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر کرد و اکنون در کشور استرالیا با یک برادرش زندگی می کند. زهرا الهام این روزها تصاویرش در صفحات مجازی درز کرده است که وی باردار می باشد و قرار است فرزند دختری را به دنیا بیاورد. اما جالب اینجاست همسر زهرا الهام کی بوده است؟ خبرهای در صفحات مجازی درز کرده است که زهرا الهام با جمال مبارز در رابطه عاشقانه بوده است، ولی این خبر تا کنون از طرف زهرا الهام و جمال مبارز تایید نشده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درود دیگر همه شما نازنینان را به الله منان سپرده، شاد و خرم و کامیاب باشید.